در شهر کنیبادام در مؤسسه تعلیمی رقمی 7 شهر آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است برگزار گردید. راه اندازی گردیدن آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است در دوران صاحب استقلالی یکی از اقدام‌های معارف پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان میباشد. آزمون با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تکمیل ذخیره لغوی، تقویت جهانی معنوی میان اهالی کشور از جمله خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلاتی ابتدایی، میانه و عالی کسبی، کلانسالان و نمایندگان کسب و کاری گوناگون دیگر طبقه‌های اهالی کشور دایر می‌گردد. در شهر کنیبادام غالبان دوره منطقوی آزمون مذکور در دوره شهری آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است اشتراک نمودند. من طولی 2 سال است که در آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است در نمیناسی خواندن و ایجاد کردن ادبیات کلاسیک اشتراک می‌ورزم. مقصد اساسی من در آن است که من به دوره ولایتی و جمهوری راه یافته در آنجا جایهای سزاوار را اشغال نمودم. اشتراکچیان آزمون به سوالهای حکمان آزمون وابسته به اجرای شرطهای نامیناسی آزمون پاسخ گفته از آثار مطالعه نموده خود نمونه‌ها قرائت کردند. در این آزمون اشتراک کرده سالهای گذشته تا دوره ولایتی رفتم و باز این سال از دوره منطقوی به دوره شهری را خط گرفته حالا در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است اشتراک کرده ایستادم. و پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان سپاس خود را بیان میکنم که ما بر این کلانسالان را هم از مد نظر دور نکرده به این آزمون جلب کردند و ما رو بلندانه در آن اشتراک میکنیم. در همه مؤسسه‌های تعلیمی شهر، در کالج و لیسه‌ها دوره یکم آزمون مذکور برگزار گردید که در آن اشتراک خوانندگان خیلی فعال بود. در عموم 2035 نفر خوانندگان اشتراک کرده، از آنها 438 نفرشان به دوره دوم را خط گرفتند. باوری دارم که اشتراکچیان غالبان دوره یکم در دوره دوم قوازمایی نموده سزاوار جایهای نمایان میشوند و راخت به دوره سوم آزمون مذکور میگیرند. در شهر کنیبادام بهترین اشتراکچیان از دوره شهری آزمون به دوره ولایتی را خط گرفتند.